مهاجران کوری از تاجیکستان و ازبکستان به مقامات حفظ حقوق روسیه عریضه نوشته از یک کارفرمای روس شکایت کردند که آنها را برای خندق‌کنی به ولایت زاپاروژ اوکراین برده، ولی در آخر پولشان را پوره نداد. به گفته کارگران، کارفرما سرگئی ایوگنیویچ برای هر خندق به آنها 800,000 روبل وعده کرده بود. در این باره روز 19 فوریه سال 2023 تلگرام کانال باز خبر داد. بنا به اطلاع این نشریات، در پی مراجعتشان به مقامات به مهاجران تهدید کردند که عریضه‌شان را پس بگیرند وگرنه احوالشان را بد خواهند کرد. بعض می نویسد که به مهاجر تاجیک امین جان تقریبا یک ماه پیش کار و معاش خوب ولی خطرناک کندن خندق‌ها در ولایت زاپاروژ اوکراین را پیشنهاد کردند. از بس که امین جان بیکار بود راضی شد و او و با 32 نفر دیگر از تاجیکستان و ازبکستان را با اتوبوس به سرزمین‌های از سوی ارتش روسیه اشغال شده زاپاروژ فرستادند. آنها را در اینجا در خانه‌هایی که صاحبانشان پرداخته از خط جنگ فرار کردند جابجا کردند. طبق تقسیمات اول تراکتور چقوری خندق را میکند و سپس مهاجران باید آن را با چوب و تخته بالک زده مستحکم میکردند. امین جان میگوید کارفرمایشان سرگئی ایوگنیچ برای هر خندق 800,000 روبل وعده داده بود. گروه امین جان در یک ماه 2 خندق را با بالک مستحکم کرد و طبق وعده باید 1,600,000 روبل میگرفت، ولی کارفرما به آنها همگی 595,000 روبل پرداخت کرده است که این حتی کمتر از پول یک خندق است. امین جان میگوید بازم وقت آنها آمد کرد که اقلا یک چه گرفتند. برخی مهاجران حتی پول ندارند که به مسکو برگردند. یکی از آنها در زاپاروژ گرفتار بیماری اپندیسیت شده، یکی دیگر پنجه دستش را از دست داد ولی به آنها حتی کمک طبی لازم نرسانیدند. این یگانه مورد برای کار بر سرزمین‌های اشغال شده اوکراین جلب شدن مهاجران کوری از آسیای مرکزی نیست. قبلا درباره بازسازی شهر بندری از بمباران ویران شده ماریوپول برده شدن صدها مهاجر خبرها به دست رسیده بود. همین طور در روسیه به طور آشکارا با وعده زودتر به دست آوردن شهروندی مهاجران را برای اشتراک در عملیات جنگی در قلمرو اوکراین نیز دعوت می‌کنند.